سلام، خوبین بچه‌ها؟ خوش میگذره. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام مرغ درست کنم توی فر. یه روش خیلی آسون و خیلی خوشمزه. خب کاری که اول میکنم اینه که دور تا دور مرغمو نمک میپاشم و همچنین توی شکمش رو، بعد روش رو ادویه میپاشم. چیزایی هم که استفاده کردم: پودر پیاز، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر گشنیز و کمی هم از پودر زیره استفاده کردم. خوبی که این روش داره اینه که میتونین مرغتون رو ادویه کاری کنید، بذارید توی یخچال بمونه روز قبل یا شب قبل. بعد وقتی که میخواین بپزینش درش بیارین و استفادهش کنین. خب این کاملا کاور شد. خب حالا یه مقدار روش زعفرون میپاشم. همین پودرش کافی. همونجوری که گفتم این روش هم خیلی آسونه هم بدون دردسره. دیگه نیازی نیست که زعفرون آب کنید. خب همین مقدار کافیشه. ببین به این شکل. خب چیزایی هم که بهش میخوام اضافه کنم: پیازه، یکیشو میذارم توی شکمش به این شکل. یه چند تا حب سیرم میذارم تو شکمش. تقریبا 4 تا دونه گذاشتم. خب بقیه پیازها رو هم میذارم همینطوری دورش. یه چند تا حب سیرم دورش میریزم. حالا من رزماری دارم امروز، بهش رزماری هم اضافه میکنم. یه دونه میذارم توی شکمش. این دوتا رو هم میذارم دورش. یه مقدار روغن زیتون. یه نصف پیمونه آب. خب کارم با این تمام شد. درش رو میذارم، میفرستمش تو فر با دمای 350 درجه فرانهایت. خب اینم از نتیجه کار. ببینید یعنی آسون ترین چیزیه که میتونین درست کنین. دیگه فکر کنم بهترین چیز با این مرغ برنج زعفرونیه. کنارشم نرمه. میتونیم الان با هم شرطم ببنده. یادش بخیر. دارم سالن. خب بچشیم ببینیم که چطور شده.